دختری معاصر در همه عصر زمان و همه عصر خودش به طلبات ملی خود موافق شده باید به تربیه رسد. این به تربیه دادن این خیل فرزندان از عائله آغاز می‌یابد. دختری با آداب، پخت و پذیرا یاد گرفتگی، دختری ملایم سخن، دختری با گفته‌های خیلی که با پدر و مادرش اگر گوش کردگی باشد با خشتامن و خسورش گوش کردن، با شوهرش گوش کردن. دختر معاصر این دختر است که لباس‌های اطلس، ادرس‌مای خانگی، لباس‌های خانگی می‌پوشد. دختر نفس همون دختر معاصر میشه. دختری معاصر به اندیشه من باید دارای آداب و اخلاق حمیده باشد، خوش سخن باشد، خوش گفتار باشد و مناسب احترام کلانسالان را به جا بیارد. با فکر من دختر معاصر باید با آموزش زبان‌های خارجی مشغول شده باشد و همچنین در دانشگاه‌ها تحصیل کرده باشد، برای اینکه حالا در زمان حاضر به دانستن زبان‌های خارجی ما می‌توانیم معامله، لباس‌های وظیفه باشد، همه معقول باشد و عزت و آبرو باشد، کلام عزت کند، دویم همین سخن‌های نغز گوید. Современная девушка должна быть умная, смелая, чтобы хорошо училась, и у нее было воспитание хорошее из родителей, и уважала всех взрослых. هر یک دختر آینده مادر است، آینده استاد اولین فرزند خود است و این دختر پیش از همه باید با مدنیت عالی، با دانش و علم آراسته باشد. دختری معاصر چگونه باید باشد؟ دختری معاصر به نظر من باید که آراسته با فرهنگ و ادب سنتی باشد و همچنین با دانش و علم و معرفت جهانی نیز آگاه باید باشد. دختری که کتی زور خوشی الله پشت گردن بهتر چون گفتی ننده از این پوزیشن موی خیلی کتوها نمیزده توی همین آبیانه توی همین اطلس توی همین نغز کن. دختری معاصر باید خیلی که زمانه ترقی کرده شده است و برابر زمانه رود، اما همین آداب و اسلوب قدیمانه خودمانه باید رعایت کنند. بسیار خوشرو پیشد، لباس‌های زمانه پیشد، لیکن اولاد و اجدادای ما خیلی که بودن با آداب با اسلوب آینده باید برای اینکه یک زندگی خوشرو برد، یک آینده نسل تربیت کند، یک عائله نسل برپا کند، پیش از همه باید آداب اصول بلند داشته باشد. دختر معاصر همیشه دختر باشد که مقصد همین و فکری معامله همین لباس پوشش مقصد همین یک خرده شادگی نباشد، همتر روز باشد، منیلی معامله